تحوی خدمونه عقیده امام تحوی همدی همونجا صراحتا اومده است میگه که الجنت و النار مخلوقتان لا ینفیان ابدا دوزخ و جنت خلق شدگی هم افریده شدگی هم دیگه یا فنا نمیشن لا یفنیانی ابدا یعنی که جنت و دوزخ هسته جنت به همه همون زینت سیکاش هسته به حروش هسته به همه انم روح ریاهینش هسته دوزخ هم به همون عذاب و عقوبت ها و آتش های سوزان و همون کمیرهای دهشتناکش هسته فقط تا قیامت نشود حساب کتاب نمیشود و داخل نمیشود یعنی هیچ کنه است یعنی که باشنده هاش فقط خودیماشند از حساب ملائکه جنت هم خودیمو داره دوزخ هم خودیمو داره آتش تست کرده میستن مثلا دوزخ اما ولی ای مخلوقا کسی را نمیدرونن که قیامت شده حساب کتاب شد بعد شروع میشود هم دستی همون پول سیرات ای بالای جهنم میگذرن او را ای بالای دوزخ همیتا پرتفتگیانش ای بالای همون میگذری همه میگذرن پیغمبران میگذرن اولیاء الله میگذرن همون صوفیان پاک رو اول به دوزخ میبرن نمیه معناش و ما منکم الا واردها هیچ کسی نیست که وارد نشود حقیقتا وارد شدن از داخل شدن فرق میگه از او خلاص ای بعد رمضان بعد اگر به شرط خداوند خواست عذاب میاره و میگه پروردگار ارحم الراحمین ای مؤمن هم قدی انشالله جمعکش خلاص میشه و میره اگر خداوند به فضل بگیره به همین خلاص میشه یا که در روز جمعه مؤمن اگر گذشت هیچ جوی شک شبه نیست که مقصد که از عذاب خلاص ای او عذاب و عقوبت روز دیگر بعد می آید برای کسایی که مثلا منافق طبیعت داره دیگر اما خودی روز جمعه خلاص ای چی بسا مؤمنایی هستند که گناه های اندک دارن شاید اگر در روز جمعه نم بره در دیگر روز باشه یک کم ترک عذابش بتن عقوبتش بتن اما به خاطر همین روز جمعه وقتی که خلاص میخوره دیگه همون عذاب دیگه بر نمیگرده خدا بزرگتر از او است که مقصد همون عذاب سرشون نمیشه آقا پروردگار بسیار مهربان افسوس صد افسوس که به قدر نعمت خدا نمیرسیم هنوز پروردگار را نشناختیم با خدا قسم اگر همه بنده ها پروردگار را واقعا میشناختن در دنیا دیگه کافر و منافق نمیمون لیکن نشناخته این مولی را بسیار مهربان پروردگار مثل در حدیث اومده است حدیث در سنن ابن ماجه اومده انا حضرت ابو هریره روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم باری تاکید کرد گفت این الرجلین ممن دخل النار اشتد سیاحهما بیشک اما خودشو موجود هستن جنت و دوزخ در رمضان وقتی میگن در روی جنت باز میشود روح ریاحین جنت با مشام کسایی که صدقا عبادت میکنن میرسن معنوش همیه که هسته یا که در روی دوزخ بسته میشوند دستی اما مقصد که ولی اهلش که قیامت شود بعد داخل میشود خوب جنت باشه و خوب دوزخ کسایی که در عالم برزخ عمل مقصد کسایی که در دنیا عمل خیر کردن در عالم برزخ اگر گذشتن مؤمنان اینا اگر چنده داخل جنت نشوند اما به امر پروردگار در همون قبرشو یک فرش جنتی میپرتویند یک روزنه میکنند اکشکا جنت بوی جنت سمود مقصد همون نصیب جنت همون دویم رسیده میسته براشو اگر چنده نمیدرویند یکی روزنه دارن اما اگر کسایی که خدای نکرده منافق باشن کافر باشن مقصد اینه تایی فاسق بد باشن از حد بگذرونن اینا را به امر پروردگار در همون دروی خبرشو از آتش جهنم میارن تنق میکنن در بولن آتش جهنم هم و یک گمتری روزنه از دوزخ آموده کردگن همون تمام یعنی بو و تعفن و صدای دهشتناک همون دایم رسیدن میگیره در قبرشو اما خودی مردم بعد قیامت شدن و بعد حساب و کتاب و میزان و بعد میدرویم فهمیدی؟ ماشاءالله خدا برکت شاید باید که خدا را بشناسیم همین وظیفه و مسئولیت روحانی و ملاها همیه که قوم با
خدا و پیغمبر آشنا کنن. آخه در این دین ما از برای خدا این خدای بزرگ ما و پیغمبر ما احتیاج به رکلام نداره. رکلام نکو، اما پرده را بکش ند خش رو ببینه. مال خوب احتیاج به رکلام نداره. همین کسی ببینه انشالله عاشق میشه. وظیفه پدر و مادر در خاندان هم یکی فرزنداش هم از خوردی به خدا و پیغمبر آشنا کنن. خوب که شناختن، خوب دیدن، آگاه شدن، انشالله هیچ کس دیگه یارا گمراه کردن نمیتونه. ولی گفتم که بابای حاجی را خداوند فرزندای خوب داده است، او خودش بردی خدای خودش همین سعی تلاش هم ابتدا کرد برای اون که فرزندی خوب شوه. این پدر و مادر خونی جگر میخرم موزیه. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ ملای نشد مولای روم تا مرید شمسی تبریزی نشد. او کودک سعی نکنه پدر و مادر نخونونش، تعلیمش نده، صرف خرج نکنه، عذاب و محنت نکشه، ای کجا میشوه؟ من سعی کردن در کار بچه ها. انشالله شما هم پدرای جوانه خداوند فرزند تو داده است، فرزند تو میته، کوشش کنه این کودکی با خدا و پیغمبر آشناش کنه. در این زمان فساد اگر نکردی شاید زمان شباب. اما حالت شما گفتین که روزانه ها بگوین آیا که بدینا بگذارن در اون حالت چی میشن؟ برای بدین چی فایده داره؟ دیگه فایده بدین در رمضان میگذره، در روز جمعه میگذره، در کعبه میروه میگذره، فایدهش نمیکنه. فهمیدی؟ انا این رمضان فایده و منفعتی، مثلا ماه شریف و فایده و منفعتی روز جمعه ای برای مؤمنان، فایده و منفعتی قرائت قرآن برای مؤمن. مؤمن که نباشه هیچ فایده نداره. والذین کفروا اعمالهم کسراب. این کسایی که کافرن عملشون مثل سراب، میراژ. میراژ هم میدونه نه؟ در چشم تو و در اصل نیست. در بیابان به چورای تشنه نگاه میکنه یا دریا رفته است. در چشم میراژ او میرا که هیچی نیست. یعنی که به ایمان به لا اله الا الله هیچی فایده نمیکنه. در روز جمعه و در رمضان سگ هم میگمره، خر هم میبره، فایده و منفعتش نمیکنه. چیزی که سبب نجاتت میشه عمل تای با همون عمل. البته آدمی که مؤمنه برای مؤمنه این روزا و این ساعت و مقصد همین ماه به یگان شک شبه فایده و منفعت دارن. مثلا مؤمن در رمضان وقتی که از دنیا گذشت ای باشه از عذاب خلاص ای. تصور کنه شاید گناه ها داره، کی به گناه های میگه عذاب خلاص ای. بعد رمضان بعد این من دخل النار اشتد سیاحهم. به شک گفت 2 نفر از شخصایی که داخل دوزخ کرده شده در دوزخ عذاب میکشن، گریه و فیغان شو یه روز بسیار بلند میشه. دعای کردن میگیرن به خدا زارا و التجا کرده. فقال رب تبارک و تعالی اخرجهم. همجا میگه پروردگاری بزرگ امر میکنه، میگه برو بیشون. فیخرجان خارج میشون. فقال رب تبارک و تعالی لای شیء اشتد سیاحکم. میگه پروردگار ذوالجلال و الاکرام به بنده میگه که چی قدر داد و فیغان داری، چی خواستونه بلند کردیستی. میگم فعلنا ذلک لترحمنا. پروردگار رو به او خاطر که رحم کنی به جان از اوی آتش خلاص میکنی. حضرت خداوندی میگه این رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار. در دنیا تمام شرایط برات رو فراهم آوردم، پیغمبر تو فرستادم، کتاب تو فرستادم، ای باشه دعوت تو کردم، راه حق نشان تو دادن و شما بدبختا تو همین راه انتخاب کرده رحمت بخواهی. امروز رحمتی ما برای شما همینه که حوض میره با سرکی میپری ابرد در دوزخ. فرمانی پروردگار شد است توخی یوی سرکشی های فینطلقان هر دش میگه همیز گردنکو کشف و میوین. فیلقی احدهما نفسه. یک نفرش پرید میگه دیگه یکون زره توقف نکرد. فیجعله الله علیه بردا و سلاما. خداوند میگه همون یک پرید که همون مکانه براش امن امین، جای سلقین،
مقصد از آتش دور گردون و درو فرمان اجابت کرد. پروردگار گفت با پر دیگر نگاه نکرد، پرید. میگه و یقوم الاخر فلا یلقی نفسه، یا تشمیه هم دلوکی همجا میستونه بپره. میگه فقال رب تبارک و تعالی ما منعک ان تلقی نفسک کما القا صاحبک. میگه پروردگار صداش میگیره، میگه بیاریدش، چی من نپریدی؟ او هم رفیق تا دیدی که فرمان اجرا کرد، گفتم پرید، تو چی درداری اومده دلوش ایستوده؟ بعد میگه گردنکی کش خطی گفت که پروردگار اینی لارجو، من امید دارم که دیگه داخلم نکنی بعد که خروجم کردی اکنون دیگه عبرت نمیبری. امیدی من ای پروردگار همیه. و میگه الله ذوالجلال و الاکرام میگه لک رجاؤک، امیدت که همی باشه به امیدت رسیدی، به آرزوت رسیدی. و میگه فیدخلون الجنة برحمت الله تعالی، خداوند امر میکنه هر دشه میگیره داخل جنت میبرن. اخیر یک پروردگاری بزرگ مهربان داریم، من نمیدونم با چی کارهای مشغولیم، برای هم یک کاری اندکی دنیا خدا را فراموش میکنیم، عبادت خدا را فراموش میکنیم، فرمان پروردگار را نمیبریم. خداوند خیلی مهربانتر از او است که خب برای که میپرواده خیلی روی جا بخونه یا دیپلم بگیره کسی چی کار میکنه او، با چی کار مشغوله، شو کرج بیده. خداوند حفظ کنه و پروردگار عید سعید برامون مبارک بگردونه که حقیقتا عیدی بزرگه، این روزی جوایزه، روزی جایزه. خداوند از همون جایزه ها و از نعمتاش بابای حاجی را و اهل خاندانش و مهموناش برخوردار بگردونه. ربنا آتینا فی دنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.